عزیزان، سماق درمان همه چاقی هاست. من میگم شما حالا میخواین قبول بکنین، میخوای قبول نکن، نحوه استفاده رو باید بدونی. این مشکلیه که شما داری، متوجه میشین؟ آی شبخیز، میگم که میخوام لاغر بشم، باید چیکار بکنم؟ سماق با ماست. خیلی شکم و پهلو دارم و اینکه داره اذیتم میکنه واقعا. سماقو با آب جوش مصرف کن عزیز. میخوام به تناسب اندام برسم. سماق با سفیده تخم مرغ. هر جا میرم شکمم زودتر از خودم میره. سماق با لیمو ترش. شبخیز، سنم داره میره بالا، چربی های شکم و پهلوم زیاد شده، چی باید استفاده بکنم؟ شما سماق با سبزیجات. نحوه مصرفش هم میتونید بهم بگید؟ توی کپشن طریقه مصرفشون، درست مصرف کردنشون رو برات نوشتم. فالو کن، یادت نره. یا حق.